الحبيب الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دعای ختم قرآن همه آمین بگن. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، آمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، وعدي ديوننا بالقرآن، واقض حاجاتنا بالقرآن، واشف مرضانا بالقرآن، وارحم موتانا بالقرآن، واجعل عواقب أمورنا خيرا بالقرآن. پروردگارا ثوابی از این مجلس و محفل تلاوت قرآن عظیم الشان و ارواح همه اموات گذشتگان مؤمنین مؤمنات پدر و مادر این دست جمع، مخصوصاً به روح مرحوم شادروان عبدالرحیم هاتف نثار و ایثار بگردان، به فرزندانش، برادرانش، همه منسوبین صاحبان عزا و مصیبت، در قبال این مصیبت صبر و اجر کرامت بفرما. سفر پرخطر مرگ بر همه ما سهل و آسان بگردان، به حق قرآن عظیم الشان تا ما رو نیامرزیدی از دنیا ببر. خدایا مکان مقدس، محضر قرآن، به حق قرآنت آرامش، امنیت، صلح، صفا، صمیمیت، برابری در همه کشورهای اسلامی، اخصاً کشور مظلوم ما افغانستان برقرار بفرما.
Autori.